تشکر از آمدنتان. بسیار خوش آمدین در دفتر ما و تشکر که در این زمان، در این وقت دادین آمدین که مرا به چالش بکشانین از ما سوالایی کنین که ما جوابای خدا کنه داشته باشم برزون. ولی تا جایی که توانمندی است حتما سوالای شما را ما جواب میتونم. چیزی که در تجربه ما و در کار ما میبینم و دیدیم و آموختیم براتون در میان بگذارم. تشکر از آمدنتان. بفرمایید. سلام خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز. امید که جور صحتمند و سرحال باشند. مستقیم میریم سر موضوعات. در رابطه با اوضاع کنونی از دیدگاه شما چگونه است؟ بسیار سوال مشکل انداختین. متوجه هستین اوضاع کنونی افغانستان بسیار مسئله مهم و اساسی است. تشکر که سوال انداختین. اوضاع بحرانی است، ولی یک دوست ما یک زمان گفته بود بانک تا بانک است. این گفتم میتونیم که اوضاع تا اوضاع است. اوضاع اقتصادی، اوضاع سیاسی، اوضاع اجتماعی، اوضاع صحی یعنی روانی و جسمانی مردم ما. سر از یا که فکر میکنیم و کلش در یک کاتگوری اوضاع بیاریم، میگیم که بسیار زیاد مشکلات داریم در اوضاع فعلی. بحران افغانستان که از 40 سال 45 سال آغاز گردیده تا حال ختم نیافته. از آنجایی که این بحران ادامه داره و پیشرفته میره، میتونیم بگوییم که اوضاع نارام است. اگر در اجزای از این اوضاع داخل شویم، اوضاع اقتصادی مردم ما به اندازه مشکلات داره. در اوضاع اقتصادی مردم ما نان ندارن، مردم ما کار ندارن، مردم ما دست به گدایی کشیدن. جهان است که یک کمه که اگه دلش بخواه آرد و روغن روان میکنه، اگه نخواه امورم روان نمیکنن. این اوضاع اقتصادی ماست. یگانه سکتوری که کمک ما در این اواخر در ولایات مختلف سفر کردم، مردم دیدم، سکتور زراعتی ماست. سکتور زراعتی یک بخور و نمیر به اصطلاح قدیم است یا شاید هم اصطلاح حال باشه. بخور و نمیر است. میکارن و اون از زندگی میکنن در مناطقی که زمین است و ولسوالیا و اینا قریجات. ولی در شهرها و در مراکز کار وجود نداره. در اینجا زراعت بیاز وجود نداره. مردم بیکار هستن، دست به گدایی کشیدن، فامیلا به اندازه در بحران هستن. این وضع اقتصادی ماست. اگر از این وضع اقتصادی بیاییم در وضع روانی مردم ما به بسیار صراحت گفته میتونم که مردم ما چی در داخل و چی در خارج از کشور مریض هستند. جورترین انسان ها مریض هستند. خوبترین انسان ها مریض هستند. برای که مریضی روانی یک مریضی است که دامنگیر ما شده. دامنگیر همه، زن و مرد، بیرون و درون، و به حق هم این دامنگیر ما شده. تقریبا 45 تا 50 سال 5 دهه است که ما می جنگیم. ما در جنگ هستیم، ما در خشونت هستیم، باید دیگه روان ما ضربه بخوره.
و هر کس هم که بگید روان ما خوب است، ما باور کرده نمیتونم. برای از که انسان توانمندی 50 سال جنگ نداره، فلحاظا اوضاع پسر اوضاع میگیم ریشه های اوضاع کلش، اوضاع صحی مردم ما بسیار زیاد ضربه خورده. روانا به اندازه نارام است. خشونت ادامه داره. دقیق. خشونت در جامعه، در فامیل، در ده، در شهر، در داخل کشور و در خارج کشور. افغانهای ما که هست فقط خشونت دارن. خشونت از اینا بیرون میشه. اگه گپ میزنن، اگه نظر میتن، حتی اگر مذاق میکنن، در مذاقشان خشونت است. اینه باید ما بسیار زیاد متوجه باشیم که نظر سیاسی میتیم با خشونت میتیم، نظر اجتماعی میتیم با خشونت. در فامیل ها خشونت جریان داره. شما شاید تصدیق کنین که در داخل افغانستان در کنج فامیل پدر و مادر و دختر و خواهر و ماما و اینا در خشونت هستن. و این خشونت اما خشونت اجتماعی است که از بیرون آمده و دامنگیر کلگی شده، بدون از اینکه مردم ما با این آگاهی رسیده باشن که بفهمن که خشونت از کجا آمده. چی رقمی خشونت در کنج خانه، در کنج شهر، در کنج سیاست، در کنج گروه‌های اجتماعی، در کنج گروه‌های فرنگی، در همش خشونت داخل شده. شعر میخوانین، شعر از شعر خشونت مبرایه. ژورنالیست های جوان ما رقم شما زمانی که صحبت میکنن در از خشونت بار میشه. فلحاظا بسیار زیاد باید متوجه از این مریضی جامعه باشه و کارهای باید صورت بگیره، کارهای بنیادی که این خشونت دمریشه بگیره. و این کارهای بنیادی چی رقم میتونه صورت بگیره؟ این باید سرش صحبت شوه، سرش گفتمان شوه، اصلا بر رسمیت شناخته شوه همین مریضی در جامعه. باز بعد از سرش صحبت میشه طبعا. ولی اگر هر کی تیر خدا بیاره که نه من خوب هستم، من کاکستم، من بیرون هستم، من درون هستم، من پول دارم، این مسائل اجتماعی نیست، فقط اون احساسات است که تیر میشن. فلحاظا اوضاع سیاسی افغانستان هم آرام نیست. ما باز هم از چند دهه به این نقطه رسیدیم. چند دهه سیاست که ما تعقیب میکنیم به این نقطه سیاست امروزی میرسیم. یعنی نتیجه چند دهه کار سیاسیون در کشور و کار کسایی که در کشور کار میکردن به این نقطه رسیده و این بسیار هم نقطه بحرانی است. امید است که بتانیم از این مراحل با خوبی، با سنجش، با عقل تیر شویم.